سلام دوستان عزیز، خوش اومدید پارت هشتم مستر لیگ به همراه محسن سیمن با رئال مادرید. دو تا بازی داریم، یکیش در قالب لیگ اروپا نمیدونم چی با سالیوا بود، سالاوی همچین کسچری وقت توی استاد سانتیاگو برنابو و خیرونا توی استادیوم دلتاوره و اینکه ترکیب بود نمیدونم اصلا بعد قبل چیدم یا نه که نچیدم. کفای هیچ، بعد رودیگر که با میلیتائو چیدم مثل این قسمت قبل، پس رودیگر میاد داخل دیگه، چون من سپایس رو هیچ وقت اینجا نمیذارم. بعد کسایی که بیرونن کاوینگا رو میارم داخل دیگه. کسخلی با کی مثلا یکی که میدونم به دردم نمیخوره تا آخر بازی هم. مثلا حرفای تو کاش میشد قندا اصل می آوردم واسه تو، گل سرخ بغل بغل، گل سرخ بغل بغل. مثلا حرفای تو کاش میشد قندا اصل. بریم سراغ بازی. استادیوم زیبای سانتیاگو برنابئو رو میبینیم. رئال 14 تا داره، بعد اونجا 13 تا داره. مادر جنده رئال 13 تا نداره، 14 تا داره. داروین نونیز سری بازی شروع میکنه با تونی کروس. خود داروین، پاس بعد داروین نونیز. وای حاجی کیر تو این بازی. اونا هم سفیدن بازم، یه قاطی میشه. دنی سبایوس درگیر بود اونجا. خود دنی سبایوس داری میره جلو. باید ببینیم چی کار میکنه سان و هدف اشتباه داروین نونیز. مندی در سر اول میزنه. آلابا، فد والورده، کارواخال، دنی سبایوس میندازه برای داروین. خود داروین حاجی اصلا 2 تا لرد خریدم برای نوک حمله ما. هری کین با داروین نونیز. خب بریم. رودریگو برای کارواخال، سانت کارواخال و ضربه سر وینیسیوسی که به تیر خورد. سبایوس، فد والورده برای کارواخال، دوباره خود کارواخال. سانتش پس از برخورد به مدافعین به کورنر میره. داوید آلابا سانت باد بکنه، سری سانت میکنه و دفعه تو بازیکن سالیوای چیون فد والورده تو نمیتونه بگیره. کارواخال اینور میگیره، دوباره خود دنی کارواخال توشو میگیرن. دفاع رئال خالیه. آنتونی رودیگر یا همون شیخ خودمون هست. دنی کارواخال، خود کارواخال، رودریگوی حرومزاده‌ای که پاس میخواد تو آفساید. من کجا بهت پاسم؟ بده والورده و فوق واکنش دروازه‌بان سالاویا. آلابا، کارواخال مینداز برای رودریگو. خود رودریگو کارواخال دید. کارواخالی که اون ور توپ به اوت میره و فرار. این با والورده یا سبایوس کار میکنه، میده والورده. خود فده برای سبایوس، سانت سبایوس و ضربه سر وینیسیوس که به کورنر به اوت نرفت. کروس رو با خطا میگیره اونجا. دفاع رئال خالیه و دفع توپ ناقص از ملوانان. داروین چرا گفتم ملوانان؟ آقا هیچ وقت دوتا این مستر لیگ داریم، این دوتا تیم هم دارین، دوتا رو پشت سرم ضبط نکنید جان بچه هاتون. داروین نونیز، خود داروین و گل. دقیقه
دقیقه 37 بازی ملوان رئال مادرید 1 سالاویا 0. وینیسیوس جونیور، خود وینی توپشو بدون خطا میزنن. مندی به دنبال توپو میگیره فلامندی برای وینی و خطا برای رئال مادرید صورت بک. داوید آلابا پشت ضربه ایستگاهی قرار گرفته، خودش میکوبه و اونجا میگیره گلر تیم حریف. اونجا برخورد کرد به هم تیمیش والورده که اومد و تو گرفت ولی اوت به نفع سالاویا و جو حاکم بر سانتیاگو برنابئو رو داریم میبینیم. پایان نیمه اول با تک گل داروین نونیز با نتیجه 1-0 تموم میشه. نیمه دوم سری شروع میکنن، کیرم تو هرچی هوندایی تو این شهر بره. تونی کروس، فد والورده میندازه برای وینیسیوس، توپ به وینیسیوس نمیرسه. بازیکنه سالاویا توپو در دست دارن. تونی کروس توپو میگیره، خود تونی کروس و توپی که به اوت نرفت. هوا خوبه نه؟ چی شد؟ کی تعویض شد؟ من که ندیدم، شما دیدید به من بگید. امشب دلم میخواد تا فردا می بنوشم، من زیباترین جامه هایم را بپوشم، من امشب تا شوق فردا با وینیسیوس. وینی سانت وینی خوب نبود، پاس به عقب رودریگو. دنی کارواخال سانت میکنه و وینیسیوسی بازم میزنه تو. یا حضرت گو خورده. خب یه لحظه یه چیزی بگاه رفت، بریم دوباره سراغ بازی. والورده برای وینیسیوس، خود وینی پا به توپه، باید ببینیم چی کار میکنه. ای مادر تو رودریگو رو گاییدن، دولا پنام گاییدن کسکش. تونی کروس، پاس بعد تونی کروس، خودش میاد جمع میکنه کارو بگیر همون روی. تونی کروس سانتش خوب نبود. آلابا ضربه اولو میزنه، اونجا ملوانان درگیرن. ملوان چی کس شعریه من دارم میگم آخه. چپا آریزابل آقا توپو میگیره و تیمشو نجات میده. فد والورده، داروین، وینیسیوس، باید اینیم چی کار میکنه وینیسیوس و گل. رئال مادرید 2 سالویای کسشر تیم 2-0. چی کس دارم. دقیقه 74 وینیسیوس گل دوم زد. فیکس چیزا یعنی 37 دقیقه بعدش زدم. پشماتون بریزه. زب در دو بشه بگید چه ربطی داره با کسکش لباسون چه شبیه هم آخه. مثلا رنگ آبی و قرمز و بازی میگیره عوض میکنه، مثلا فکر کنم ما قاطی میکنیم، بعد بی ناموس سفید قاطی نشه دیگه چی قاطی میشه. تونی کروس برای وینیسیوس، خود وینیسیوس اونجا درگیره، میندازه برای نونو مندز و پاسش خوب نبود. در اولو شیخ میزنه، فد والورده پاس پشت پاش
رودریگو، داروین نونیز، خود داروین و تیر دروازه به لرزه در میاد. رودریگو، وینی، فده والوردی که نتونست تو بگیره، تونی کروس، دنی سبایوس، رودریگو، داروین نونیز و دبل داروین. مشکل منه دار منو. داروین نونیز، وینیسیوس، این وینیسیوس هم میتونه دبل کنه یا نه. توپشو میزنن پایان نیمه دوم با نتیجه 3-0 در کل 5-0. مادر جنده گازو گوز میکنی خواه. رئال میخوره به کی الان اونور؟ من مادرتو گاییدم کسکش. بگو به کی میخورم دیگه. حمله ساقه پشماتون بریز. خب کجا میزنه اونجا؟ انتخاب بازیکن مورد علاقه که نه. چی میخواست اصلا نگاه کنه؟ آها اطلاعات تیم. آها دیگه بانک اطلاعات، تورنمنت ها، خارج کردم، لیگ اروپا، حذفی، رئال مادرید، رنجرز، نیوکاسل هست، روم هست، میلان هست، یوونتوس هست. اینم تیمای معروف از لیگ اروپا کیا آمدن لیگ قهرمانان کیا اومدن لیگ اروپا؟ از اول نگاه کنیم. سالاویا که از اینجا اومده، پی اس وی اومده، کوپنهاگن اومده، آرسنال اومده، حذف شده احتمال خیلی زیاد چون نیدمش. ما اومدیم رنجرز، موناکو و اسکارت سرای. منطقی سید. بذار حذفی رو ببینم بعدش کیان. اینتر یکیش بازی اول باخته، یونایتد مساوی با بارسا. یونایتد بارسا چه بازی سوپریه. دورتموند هم بازی بالیه. بقیه بازی های بالی نیستن دیگه. من مثلا لیگ اروپا ببینم آرسنال چی شد. راستی لیگ اروپا لیورپول هم بود حذف شد. کجا حذف شد لیورپول؟ آرسنال، میلان که هیچ، روم هم که هیچ، بعد گالاتاسرای اینا هیچ. اینجا از اینجا آرسنال 5-0 به موناکو باخت، خارشو گاییدن. لیورپول 2-1 به اولمپیا کوس باخت. اینا هم این آقای رنگو. خب نونو مندز مجبورم با گارسیا تعویزش کنم. بعد کروس با کاماوینگا، شامنی با آلابا، بعد رودریگو چرا اینقدر پایینه؟ خارشو گاهیدم خیلی ضعیف شدن. هری کین مسلما با داروین، وینی با فیل. خب فیل فودن اینا به اون استراحت کنن دیگه. یه ذخیره بزنیم. سریع میریم سراغ بازی خیرونا رئال مادرید. شروع میکنیم بازی. استادیوم دلتاروره هم چیزی دلتاروره. خیرونا رو میبینیم و ورود بازیکن‌ها. خودم مثلا شما نمیدونید. آنتونی داخل پشمام. شروع میکنیم یا هررا، بلایند دیت، لوکاس واسکز، خود واسکز برای مارتینز سانت میکنه، برای فودن، هری کین، آنتونیو دید. آنتونی واجی دیشب بازی چلسی چیز بود. این یارو کی بود؟ چلسی یونایتد. جان خارشو گاهیده. چلسی یونایتد بود. چلسی دقیقه 99 اینا دگات بدم دگات کسکش.
هریکین شوتش به تیر برخورد میکنه. مارتینز در سوال میزنه، لوکاس واسکز میندازه برای آن هریکین. آنتونی مادرجینی تو وینگر راستی باید بیای راست. گارسیا، اریک گارسیا، بلایند، اسپادنی، گارسیا، یه گارسیا، فلورینا، هررا، میلیتاو، نه فران گارسیا با مارتینز. پاس بعد مارتینز کم کار دست من بده و توپی که به اوت میره به نفع خیرونا. چرا اوت جوده بلینگام داخل آجی کجای پس اگه هست؟ پشمام حواسم نبود، یعنی بازی قبلی من بلینگام داخل نبود. پشمام از اولی گفتی که من دهن همه رو میگاهیدم. میلیتاو سانت میکنه برای آنتونی. خود آنتونی به دنبال توپ با ویلا موفق در گارسیا برای این یکی گارسیا. بیلینگام درگیر بود با گارسیاس و آرالین شامنی. فیل فودن، گارسیا، ویلا بلا دیلیلا. و اگه این قسمت ویدیو رو دارید و اگه کمانم نگاه میکنید و اگه به کوروش در این کلمه یاد میدین، آقا ترکی، حالا من هم ترکم هم گیلکم، خواهشم بهش فوشموش یاد ندین. جان عزیزتون. جوده بلینگا، مارتینز توپو نمیتونه بگیره. شامینی توپو با خطا میزن و خطا به نفع خیرونا. اریک گارسیا به پشت توپه. ها یعنی چی به پشت توپ؟ کس خود. میلیتاو، خود ادر و خطایی که روی ادر میلیتاو صورت میگیره. توهای پاش نگاه کسکش. تیبو کورتوا کاپیتان رئال مادرید سانت میکنه. هریکین ضربه اول نمیتونه بزنه طبق روال. گارسیا، شامنی، ساویو، گارسیا، مارتین توشو میگیره. شامنی برای فودن، خود فودن، فیل فودن و آنتونی که کارو تموم میکنه. نگاه کنی یه دور دیگه، واسه قشنگ شامنی پشت مدافع برای فودن اومد تو جریمه انداخت. آنتونی هم کارو تموم کرد. اگه من تو مغازه بازی میکنم چیز میگیرم، انگلیس میگیرم یا حالا هرکی میگیرم، انگلیس بیشتر میگیرم. بعد انگلیس مشکل اینه که آقا با فودن میرم جلو کنگ کوسه، یعنی خار گاو و گاییده، نمیتونه اصلا کاری کنه، گل نمیتونه بزنه. اون بر با فودن میندازم برای این یارو ساکا دروازه خالی رو میزنه اوت. خب من الان حق ندارم برم انگلیس مادر ساکا رو بگم. آنتونی زنده تکل رئال مادرید تا اینجا. دختر منه، نه خوشگل منه، دوست داره منو. میلیتاو به دنبال توپ بود. شامنی قد توپ میکنه. آرادین شامنی که باید بره جلو که بندازه، خودش داره میره تنها. میندازه برای آنتونی. خود آنتونی میندازه. هریکین تو دست دروازه‌بانو ضربه دوم تاق دروازه میزنه. دقیقه 48 بازی. هریکین شروع میکنه. بیلینگام، پاس بعد بیلینگام به هریکین. مارتینز، بیلینگام، فودن برای هریکین. خود هری چیکار کرد؟ هریکین اشتباهی مدافعین خیرونا و شوت خطرناک آنتونی.
داشت درد سرساز میشد برای خیرونایی ها. شامنی، فیل فودن و تو آفساید فودن. کاوینگا تو میگیره. شامنی برای آنتونی، توپ به آنتونی نرسید. شامنی که پاسای خوبی داده حالا تا اینجای کار، موثرم بوده. میلیتائو برخورد میکنه به پای شامنی توپش. میلیتائو تو نمیتونه بگیره. گارسیا به دنبال توپ. مارتین شامنی، واسکز، خود واسکز، آنتونی برای کاماوینگا، برای بیلینگام، جود بیلینگام، شوت زن خودش اگه اجازه بهش بدن البته. کاماوینگا تو میگیره و با خطا میگیره. ادواردو کاماوینگا. مارتینز درس اولو میزنه. بلایند، هررا، بلایند، فودم دنبال توپ بود. گارسیا، بلایند برای فلورینا برای ویکتور. با گارسیا درگیر بود ویکتور. هریکین با مادر تو گایدم. هررا توش برخورد میکنه به هریکین. با چامنی مادر کوسه میایستم تو دیگه چرا عقب میری؟ بی ناموس دلغک. گارسیا، هررا توپشو با خطا میگیره. کاماوینگا، خود هررا سری شروع میکنه. بلایند. کاماوینگا، خود کاماوینگا میندازه برای آنتونی میندازه برای هریکین. خود هریکین جنازه بره. هریکین هم باید بفروشم. خوزلور هم بفروشم. فروش زیاد داریم. بیلینگام، هریکین و گل. ببینیم اینم فکر کنم پاس گل آنتونی اینجا چیز زد. آنتونی نه، اشتباه مدافعین چیز بود. خیرونا تعویض بزنیم اینطوری نمیشه. کاماوینگا مثلا با مودریچ، سبایس مثلا با بیلینگام، هریکین با متاسفانه خوزلو، آیدمی، فودن، وینی، آنتونی و تعویضام تموم. تیکی تاکای آقا تمرین شده. کارواخالی که به عنوان هافک وسط در استفاده میشه برای رئال مادرید. پشماتون بریده دوستان. چامنی، پاس بعد چامنی. گارسیا به دنبال توپ. خود گارسیا برای آیدمی، برای گارسیا، اشتباه فران گارسیا. واسکز ضربه زد ولی ثمره‌ای هم نداشت. اونجا مارتینز به دنبال توپ و از کنار دروازه اوت میره. تیپ کورتوا باید سری بازی شروع کنه. زمینی با لوکاس واسکز برای وینی. خود وینی، سر توپ وینی اونجا 2-1 با وینیسیوس توپشو میگیرن. بلایند، رئال یک گل هم بزنه خوبه براش، حتی اگه گل نخوره. گارسیا خودش با میلیتائو، خوزلو ضربه اول نمیتونه بزنه. سوت پایان نیمه دومم به صدا در میاد با نتیجه 3-0 به نفع رئال مادرید. هر کیو بگیم لرد نیست، جدا خوزلو خود لرده، باید قبول کنی.
بارسا 2-1 آلمریا رو زد. اتلتیکو کجا؟ یکیش از سلتاویگو خورد. منطقی 3-1. ملوانی رالی که اوله، بارسا دوم، اتلتیکو مادرید سوم. یام 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 یام. بازی بعدی، بازی های بعدی میشه گفت رئال مادرید، اتلتیکو بیلبائو و رئال مادرید رنجرز که جفتش توی استادیوم سانتیاگو برنابو انجام میشه. خیلی ممنون که تا اینجا ویدیو رو تماشا کردید. لطفا ویدیو رو لایک کن، چنل ساب کن، برام کامنت بذار تا ویدیو بعدی. زنگوله تخمی هم بزن تا ویدیو بعدی. فعلا خداحافظ.